با این داستان جذاب خیلی ساده زبان انگلیسیت رو تقویت کن. Two friends were camping together. Their names were Jim and Tim. Tim was very lazy. اولین لغت friend. مطمئنم که معنی این لغت رو بلدین. friend یعنی دوست یا رفیق. کمپ یه فعله توی زبان انگلیسی که ترجمهش میکنیم کمپ زدن یا اردو زدن. together یعنی با هم دیگه. این لغت رو together تلفظ نکنید. together. میگه که دو تا دوست بودن که داشتن با هم دیگه چادر میزدن یا اردو میزدن. name یعنی اسم و این جمله رو ترجمه میکنیم که اسم اون دو تا دوست جیم و تیم بود. lazy یه صفت خیلی هم پرکاربرد به معنی تنبل. میگه که از بین دو تا دوست تیم خیلی تنبل بود. پس تیم تنبل. The first evening of their holiday, Jim said to Tim, "Here's some money. Go and buy some meat." First یعنی اولین، evening یعنی عصر و holiday یعنی روز تعطیل. میگه اولین عصر روز تعطیلشون Jim said to Tim. جیم به تیم گفتش که here's some money. Here's یعنی اینجا هست، همچین معنی میده. یعنی وقتی میگیم here's some money یعنی اینجا یکم پوله. خب go and buy some meat. go رفتن، buy خریدن و meat به معنی گوشت. این یکم پول، برو و یه مقدار گوشت خرید کن. یکم گوشت بگیر. I'm too tired, answered Tim. You go. So Jim went to buy the meat. I'm too tired, answered Tim. Answered در واقع گذشته answer به معنی پاسخ دادن. Tired یه صفته که معنیش میشه خسته. حالا یه نکته گرامری بگم در مورد to. این که to یعنی خیلی زیاد. معنیش میشه خیلی زیاد. وقتی میگم I'm tired یعنی من خستم. وقتی میگم مثلا I'm so tired یعنی من خیلی خستم. اما وقتی میگیم I'm too tired یعنی من بیش از حد خستم. تو یک حالت منفی داره. یعنی انقدر خستم که حال هیچ کاری ندارم. خستگی بیش از حد رو در واقع چیزی که بیش از حد باشه رو با تو نشون میده. میگه که من خیلی در واقع تیم پاسخ داد که من خیلی خستم. You go. خودت برو. So Jim went to buy the meat. went گذشته فعل go به معنی رفتن. buy خریدن و meat هم یعنی گوشت. When he came back, he said to Tim, "Now, here's the meat. Please cook it." But Tim answered, "No, I'm not good at cooking. You do it." When زمانی که came back گذشته come back به معنی برگشتن. Now یعنی حالا. میگه وقتی اون برگشت اون گفت به تیم گفتش که حالا here's the meat. بیا من گوشت رو خریدم. این گوشت خدمت شما. Please cook it. لطفاً برو و بپزش. cook یعنی پختن. But Tim answered اما تیم پاسخ داد که no, I'm not good at cooking. ببینید عبارت به شدت مهم و پرکاربرد اینجا داریم. I'm good at. این عبارت معنیش میشه در چیزی یا در کاری مهارت داشتن. وقتی میگم I'm not good at cooking یعنی من توی آشپزی مهارت ندارم. من آشپزیم خوب نیست. مثلا شما رانندگیتون خوبه میگید که I'm good at driving. من رانندگیم خوبه، توی رانندگی مهارت دارم. یه نکته دوم این که حتما بعد از حرف اضافی at فعلی که میارید باید ing بگیره. I'm not good at cooking. نه I'm not مثلا good at cook یا good at drive. پس حتما بعد از at اون فعلی که میارید ing بگیره. من توی آشپزی مهارت ندارم. You do it. خودت برو انجامش بده. So Jim cooked the meat. Then Jim said to Tim,
cut the bread. But Tim answered, I don't want to. So Jim cut the bread. So بنابراین Jim cooked the meat. پس بنابراین جیم رفت و اون گوشت رو در واقع آماده کرد. Then بعدش Jim said to Tim, cut یعنی بریدن، bread یعنی نان. بعدش جیم به تیم گفتش که خب برو حداقل این نون رو ببر. But Tim answered, اما تیم جواب دادش که پاسخ داد که I don't want to. من نمیخوام. حالشو ندارم در واقع. So بنابراین Jim cut the bread. جیم دوباره رفت و اون نونها رو برید. Then he said to Tim, go and get some water, please. Then بعدش he said to Tim, اون به تیم گفتش که go and get some water. برو و یکم آب بگیر یا یکم آب تهیه کن. Please لطفاً. No, I don't want to get my clothes dirty, Tim answered. So Jim got the water. No, I don't want to get my clothes dirty. Clothes یعنی لباس، want یعنی خواستن. Get معانی خیلی زیادی داره، اما یه نکته گرامری دیگه. هر وقت get بعدش صفت اومد، get معنی شدن میده. Dirty یعنی کثیف، یه صفته و قبلش ما get رو داریم. پس get اینجا میشه شدن. میگه که من در واقع بهش میگه که برو یکم آب بگیر، یکم آب بیار. میگه که نه من نمیخوام لباسم کثیف بشه. Get dirty کثیف شدن لباس. Tim answered. تیم اینجوری پاسخ داد که نه من نمیخوام برم تا لباسم کثیف بشه. So Jim got the water. پس بنابراین جیم رفت و آب رو تهیه کرد. Got گذشته get هستش. At last, Jim said, the meal's ready, come and eat it. Well, I'll do that, answered Tim. I don't like saying no all the time. At last یعنی در پایان یا سرانجام Jim said, جیم گفتش که the meal's ready. meal یعنی غذا. ready آماده. غذا آماده است. Come and eat it. حالا بیا و بخورش. eat یعنی خوردن. Well, خب I'll do that. باشه من انجامش میدم. من میام و غذا رو میخورم. Answer Tim. تیم اینجوری پاسخ داد. I don't like saying no all the time. Like یعنی دوست داشتن. Say یعنی گفتن. All the time یعنی همیشه. تیم میگه که در واقع جیم به تیم گفتش که حالا که همه چی آماده کردم بیا و غذا بخور. و تیم که همیشه میگفت نه این بار میگه باشه میام و غذا رو میخورم. چرا؟ چون نمیخوام همیشه بگم نه. در واقع اونجایی که به ضررش بود میگفت نه و اونجایی که سودش وجود داشت گفتش که yes. در انتها پیشنهاد میکنم که این دوتا آموزش رو هم نگاه کنید چون خیلی به دردتون میخوره. و تا یک آموزش دیگه فعلا.